هر وقتی که جناب عالی به بدخشان سفر کرد من در دیه جوشنگوز از طریق تلویزیون اما مرد فاضل دیدم در دل نیت داشتم که با وی ای نزدیک بخوری کنم با جناب عالی ای نزدیک شناسم برای به همین مقصد نویل گردیدم من برای جناب عالی توفه با دستان خودم تیار کردم چی توفه تیار کردی؟ یک جورابای پامیری و یک توقی پامیری وقتی که در سن بیمارخانه من همو جور رفتم میخواستم پیش جناب عالی برم لیک مرا نموندم لیک جناب عالی مرا دیده خودش پیش من آمد چی خدمت کنم دکتر جان؟ من برای شما یک من دا توفه آورده من شما دا باید توفه بیارم خدا دختر من گفتم با دستای خود من گفتم برای شما تیار کردم با گفت که هنری والا دارید گفت که در کجا این آماده کردید من گفتم در خونه بعد جناب عالی ای من پرسید که در خونه چی شرایط دارید چی خدمت کنم چی مشکل گپ زن شر نکن دخترم گپ زن من چیکار کنم؟ یک چیز کارخانه را چی کردنی پیش رئیس درآمدگی ای مرا قبول کرد وعده داد که کارو را چی میکنم لیکن اولی هم چی نکردن چی کارخانه؟ چی؟ کارخانه بافتن همین جورو با همین چیا یک جای دکان ها؟ که اونجا در خودت و میکنی یا که دختره کارا جمع میکنی؟ چند جا؟ چند جا ده؟ 13 دختر 13 دختر؟ نام چی است؟ ماهی تابان در نام است در مولتی 2 ماه 6 نوامبر ده ساخته میبرند با اسباب های دوزندگی میروی دختره کار جمع کار کن من شما از سپارش اسمان ذکروی چند دقیقه جاش معین میکنی یک جا دکان جای دست روشویی جای باشد که باید افراغ شما گرد کنه یک اتاق جای دوزندگی شرش نامه دینی رحمت در رئیس مرا قبولن سلامت باشی وظیفه رهبر خدمت کردن به خلق به مردم برای رهبر برای رهبر پرزیدنت است برای رئیس ولایت است وزیر است نگار است وظیفه ببین این هنر بنیاد بلند است حتما کمک میکنم دختر بسیار زیبا است من میبرم خودم میپوشم حتما زیر نشه ما اینا میکنیم با ما وظیفه ما خدمت کردن امی وخری با جناب عالی زندگی من دیگر کرد حیات من دیگر شده من دیگر خودم خیلی ایست نکردم که من هیچ نمیتونم من خونه برآمدن نمیتونم یک دختر خونشین دیوتی من خود دیگه هم خیلی ایست نمیکنم دنیای من دیگه خیلی شده این همین 4 ماشینی که هستند اینا هم نیز کمک جناب عالی هستند جناب عالی ای فوند ذخیروی خودم با من اوی توفه کرده است رحمت به جناب عالی من میندارم که صاحب کار شدم همین نمیدونم چه خیلی سخن من چی کنم ای خورسندی نمیدونم چی گفتن با من صبح شام داگویم این مردی با برکت با فیض هستم من همیشه سربلند باشد صبح شام دعا میکنم برام هر صبح هم شد خیلی دست ما دیگه چی میمون فقط دعا من پدر ندارم بخلی که جناب عالی برای من پدر شده من طرف دستگیری میکنم زندگی خودش بسیار ناهموار است پستی و بلندی های ویره دارد شما از روزهای سخت و وزمین حیات خودتان علاقه بیرون برآمده ایستادید وقتی مکتب های میانه مکتب اینترنت را ختم میکنید
این یک قضیه بسیار سطح مرکب را میگذارید و دانشجو شدن هر کس را نصیب نمی کند. وقتی که زمینه اولی را در مکتب های میانه، مکتب اینترنت میگیریم، برای وقتی خوب استفاده بریم دانش آموزیم، خوانید بیشتر، زبان های خارجی را دانستنتان در کار. آینده اگر خواهید که زندگی خوب بینید، عمری با برکت بینید، در زندگی محتاج باید کسی نباشه، نه از خوانید متخصص های درجه عالی شدید. پدرم رو یاد ندارم ولی مادرم در سن 10 سالگیم با بیماری سکته دل گرفتار شد و از دنیا گذشت. 3 نفر، یک پسر و 2 دختر، من و خواهرم و یک برادرم پس از وفات مادرم به شهر مسکو رفت و دیگر برنگشت. من و خواهرم در مکتب اینترنت تا صنف 9 خواندیم. من بعد ختم مکتب اینترنت به کالج تکنولوژی شهر دوشنبه داخل شدم. خواهرم باشد به کالج آموزگاری ناحیه حصار داخل شد. وقتی که مادر و پدری من از دنیا گذشتن، یگانه شخصی رو که ناامید نبودم از اون مرد که بسیار امیدهای کلان داشتم که هرگاه در زندگی چیزی را آرزو میکردم تنها از خداوند آرزو میکردم که باره با جناب عالی خورده صحبت کنم و به آرزوهای خود برسم، ولی این هم جامعه عمل شد. با همه یتیمان کل صحبت داشتن و من نیز در آنجا 4م آدم بودم که با امام علی رحمان محترم جناب عالی واخوردم و صحبت آزاد نمودم و در آنجا به وزیر معارف سپارش داد که مرا به دانشگاه عالی داخل کند و بعد از ختم کالج آموزگاری به وزارت معارف رفتم و وزیر معارف مرا به دانشگاه فیلعلی دانشگاه روسیه داخل نمود. من بعضی وقتا خودم فکر میکنم که خداوند از یک طرف میگیرد و از چندین طرف میدهد و بسیار خوشبخت هستم که به حساب چندین مراتبه ها با جناب عالی واخوردم. چیزی که در دلم آرزو داشتم با آرزوهایم آهسته آهسته رسیده ایستادم. چیزی که در این زندگی طلب میکردم پیش از همه برای من که عذاب و شکنجه های سختی بودم در زندگی، مقصد اساسی هم خواندن و دیپلم عالی گرفتن در جامعه سهم خود را گذاشتن بود. برای این هم شکرانه میکنم، شکرگزاری میکنم از جناب عالی و بسیار میندار هستم که ما یتیمان و بی‌پرستاران رو هیچگاه خارشوی نمیماند و در هر کجایی که نباشد از حال ما بخبر هستم. یاد کردم آچه جان خانه و ایوانی تره، نانی گرم و شکر راوی لبی چکدانی تره، شیشتنای لبی با دیده پزمانی تره، خنده های شکرین و لبی خندانی تره، در دلی باغ پدر جلوه و جولانی تره، با چه جان فهمیدم نو همی هجران. با آنها مهربانی در کار، نوازش در کار، مهربانی پدر و مادرانه داشت. در یک سال یک مراتبه 2 مراتبه سر لباسینی آنها را کمک کنید. آنچه که سپارش دادن برای اگر خوابگاه تامین کردن نتوانید در آنجایی که اجاره پولیس دارند اجاره پولیشان را کنید و تحت نظارت گیرید. آنهایی که لیاقتی بلند دارند با اسپیرانتورا، دکترانتورا، با جای کار در خود همون دانشکده مخصوصا با جوان دخترانی که یتیم هستند و بی نظارت نمانید. امروز در قلمرو کشور قریب 13,000 نفر کودکان و نورسان معیوب تا 18 ساله از جانب دولت نگاهبین کرده می شود.
بیشتر این کودکان معیوب مادرزاد بوده، از نکاح خویشاوندی اینچنین از والدین گرفتار نشمندی به دنیا آمدند. این تمایل سال به سال باید زیاد شوی دارد. با جوانانی که عائله نو برپا میکنند فرزندان خود همه وقت دعای نیک میکنید. خدای تعالی عمرتان هرچه سبز کند، عمر با برکت بینید، سلامت باشید، خوشبخت باشید، صاحب فرزند شوید، صاحب نبیره و عبیره شوید. همین آرزوها میکنیم، توی میکنیم، معرکه میکنیم، خرسندی میکنیم و آرزوی هر یک پدر و مادرم همین است. لیکن بیایتان همین را در اصل کنیم. با بدبختی تله ندیم. عاقبت چی می شود؟ 18,000 فرزندی که در مؤسسه‌های وی است نگاه داشته می شود. این وظیفه دولت از این زیاد در نزد پدر و مادران و عائله هایی که معیوب به دنیا فرزند میارند آیا خوشبخت می شوند؟ حیاتشان شور می شود، تلخ می شود، یک عمر اذیت می کشند، عمری با برکت نمی بینند. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.